از موهای بدن هم استفاده میشه، موهای جناق سینه و ناحیه ریش، قسمت تحت فکی که BHT یا Body Hair Transplantation هم به این تکنیک گفته میشه. به مرور در عرض چند ماه به ضخامت موها و تراکم موها اضافه میشه و نتیجه نهایی در افراد مختلف بعد از 1 سال بررسی میشه. به نام خدا، دکتر پارسا نوایی هستم و انجمن بین‌المللی متخصصین کاشت مو و کاشت ابرو. بیش از 1 دهه است که به صورت تخصصی روی کاشت مو و کاشت ابروی طبیعی کار میکنم. امروز با مبحث کاشت موی طبیعی و توضیحات کلی راجع به کاشت مو در خدمتتون هستم. ابتدا در مورد اندیکاسیون های کاشت مو و افرادی که برای کاشت مو مناسب هستن میخوام صحبت بکنم. ببینید، افرادی که ریزش موی ارثی دارن، بیشتر آقایون که قسمت‌های جلو، رو و پشت سرشون دچار ریزش موی ارثی شده یا آندروژنتیک آلوپشیا، اندیکاسیون کاشت موی طبیعی دارن. ولی مواردی مثل جای شکستگی، جای سوختگی و بقیه هم از دیگر مواردی هستن که در موردشون میشه از کاشت موی طبیعی برای بهبود شرایط استفاده کرد. در مورد خانوم ها اکثرا کاشت موی طبیعی درمان مناسبی برای ریزش موها نیست، چرا که ریزش موی خانوم ها بیشتر از جلو، رو و پشت سر هستش. یعنی بانک مو که نواحی پس سر رو هم شامل میشه، دچار ریزش موی ارثی در مورد خانوم ها هم میشه. بنابراین ممکنه بانک موی ضعیفی برای انتقال به قسمت های تاس جلو و روی سر داشته باشن. تعداد خیلی کمی از خانم هایی که دچار ریزش موی ارثی هستن، حدود 10% ممکنه که کیس مناسب برای کاشت موی طبیعی باشن. بیشتر افرادی که قسمت پس سر و بالای گوش که بانک موی مناسب برای برداشت و کاشت هست رو دچار ریزش نشده و فقط قسمت‌های جلو، رو و پشت سرشون ریزش داره. مکانیسم کلی کاشت موی طبیعی به این صورته که موهایی که در ناحیه پس سر و بالای گوش هستند و گیرنده برای هورمون‌های مردانه که عامل اصلی ریزش موی ارثی هستند ندارند، برداشت میشن و به قسمت‌های تاس جلو، رو و پشت سر منتقل میشن. برای برداشت مو متدهای مختلفی وجود داره که در بخش متدهای کاشت مو براتون توضیح میدم، ولی مکانیسم کلی کاشت به همین صورت هست. سن مناسب کاشت مو برای آقایون سنی هست که تقریباً از حدود 26-7 سالگی به بالا باشه که تیپ ریزش مو مشخص شده باشه. ولی در سنهای کمتر هم هستن افرادی که ممکنه ناحیه و وسعت ریزش مردانه و ارثی براشون مشخص شده باشه و بشه کاشت رو انجام داد. قبلا صبر میکردن بالای 35 تا 40 سال که ریزش کامل شده باشه و بعد کاشت مو رو انجام بدن. چرا؟ به این دلیل که تکنیک های کاشت ضعیف بود و شاید 1 بار بیشتر نمیشد که کاشت مو رو برای فرد انجام داد. بنابراین سعی میکردن که وسعت ریزش کامل مشخص بشه و بر اساس وسعت ریزش خط مو رو تعیین و کاشت مو رو انجام میدادن. ولی امروزه به راحتی میشه 2 و حتی 3 بار کاشت مو رو برای افراد مختلف انجام داد. بنابراین با رشد فرهنگ جوامع و پیشرفت جوامع، افراد توی سن پایین‌تر اقدام به کاشت مو میکنن و اگر هنوز از قسمت‌های روی سر موهایی باقی مونده باشه که بعد بخواد دچار ریزش بشه، در جلسات آتی ممکنه 4-5 سال بعد از جلسه اولیه با تکنیک‌های مختلف موها مجددا برداشت بشه و روی قسمت‌های که دچار ریزش جدید شده کار بشه.
در مورد قسمت‌های شکستگی جای سوختگی و بخیه بهتره که فرد به سن بلوغ استخوانی رسیده باشه، چرا که ممکنه روی اسکار سوختگی کاشت مو انجام بدیم. کاشت مو هم موفق باشه ولی با افزایش سن و تکمیل بلوغ استخوانی پوست کشیده بشه و یه مقداری فاصله بین موهای کاش شده بیفته و تراکم کاش کاهش پیدا کنه. بنابراین بهتره که بعد از بلوغ استخوانی اقدام به انجام کاشت مو برای افرادی که روی شکستگی، جای سوختگی و بخیه نیاز به کاشت مو دارن اقدام بکنیم. برای انجام کاشت موی طبیعی 2 تکنیک کلی وجود داره که یا برداشت موها به صورت تار به تار از قسمت‌های پشت سر و بالای گوش که اصطلاحاً بهش بانک موی سر میگن هست، یا اینکه به صورت یک نوار از موهای پشت سر برداشت میشه و نوار تقسیم میشه به پیازه سازنده و بعد منتقل میشه به قسمت‌هایی که نیاز به کاشت مو داره. اسامی مختلفی برای متدها شما میشنوید که استاندارد جهانی اسامی به این صورته که موهایی که به صورت تار به تار برداشت میشه اصطلاحاً بهش FUE میگن یا فولیکولار یونیت اکسترکشن، و موهایی که به صورت نوار از قسمت پشت سر برداشت میشه بهش FUT یا فولیکولار یونیت ترانسپلانتیشن گفته میشه. از موهای بدن هم استفاده میشه، موهای جناق سینه و ناحیه ریش، قسمت تحت فکی که BHT یا Body Hair Transplantation هم به این تکنیک گفته میشه. ترکیب این تکنیک ها با هم انجام میشه که اصطلاحاً بهشون روش ترکیبی یا کامباین میگن، به این معنا که ممکنه هم به صورت نوار از پشت سر مو برداشت بشه و هم به صورت تار به تار موهای باقی مانده برداشت بشن. ممکنه از موهای بدن هم همزمان با این روش استفاده بشه که اصطلاحاً به روش فوق ترکیبی هم مشهور هستش. انواع اسامی مختلفی که راجع به این تکنیک ها میشنوید اسامی هستن که اکثرا مجموعه ها برای تبلیغات و جذب مخاطب در واقع نامگذاری کردن که اشاره به اون اسامی اینجا من نمی کنم، ولی توی فضای مجازی اسامی مختلف غیر از این اسامی رو ممکنه شما بشنوید. در مورد زمانبندی های کاشت موی طبیعی، در مورد زمان و طول خود عمل صحبت میکنم براتون و بعدم در مورد زمان رویت نتایج. خود عمل کاشت موی طبیعی کاملا بستگی داره به حجم مویی که جابجا میشه، وسعت ریزشی که سر داره و تکنیکی که استفاده میشه. ممکنه تک تکنیک مثل تار به تار یا برداشت نوار انجام بشه که 1 روز زمان میبره، ممکنه یه صبح تا بعد از ظهر باشه، ممکنه روش ترکیبی یا فوق ترکیبی باشه که 2 روز زمان نیاز داره، 2 تا صبح تا بعد از ظهر ممکنه نیاز داشته باشه. برای بعضی از افراد که تحمل کمتری دارن یا بعضی از شرایط خاص حتی ممکنه که عمل رو در 3 روز متوالی هم انجام بدیم یا با یه بازه زمانی استراحت 1 هفته‌ای بین جلسات. این کاملا بستگی داره به نظر پزشک و چیزی که مراجعه کننده از کاشت نیاز داره. در مورد زمانبندی ظهور نتایج، ببینید کاشت موی طبیعی که انجام میشه در طول 1 ماه اول موهای کاش شده شروع به رشد و همزمان ریزش میکنن. یعنی شما میبینید که موها رشد میکنن ولی همزمان به ریزش موها هم اتفاق میفته که حجم زیادی از موهای کاش شده رو درگیر میکنه، ولی در افراد مختلف متفاوته. بعضیا همه موهای کاش شده ممکنه دچار ریزش بشه، بعضی افراد ممکنه حتی خیلی درصد ناچیزی دچار ریزش بشه و بعضی از افراد هم ممکنه یه قسمت‌هایی بریزه یا یه قسمت‌هایی نریزه. هیچ کدوم اینها با هم تفاوت خاصی ندارن و به این فاز ریزش اولیه میگن.
بعد از ریزش اولیه موها حدود 3 تا 4 ماه به صورت نهفته زیر پوست در حال آداپتیشن و هماهنگی با محیط جدیدشون هستن و بعد از اون شروع به رشد میکنن، یعنی ساقه ها از ریشه ساخته میشه و از زیر پوست خارج میشه. به مرور در عرض چند ماه به ضخامت موها و تراکم موها اضافه میشه و نتیجه نهایی در افراد مختلف بعد از 1 سال بررسی میشه. یعنی افراد مختلف، اونایی که خیلی ریزش اولیه شدیدی داشتن یا حتی ریزش ناچیزی داشتن، اونایی که بازه زمانی نهفتگیشون خیلی کم بوده یا خیلی زیاد بوده، همه این افراد در انتهای 1 سال به نتیجه نهایی میرسن و بعد از 1 سال نتیجه ارزیابی میشه و اگر نیاز به ترمیم یا مورد خاصی باشه بعد از 1 سال ارزیابی میشه.